اعتقاد من هست که جز وظایف ما که از حقوق هر کسی در حد توان دفاع بشه و ما از حقوق تراویش از حدود همه که بر اساس قانون اساسی از لحاظ قوانین الله تعالی باید هر کسی آزادی داشته باشه. هر کسی به همون صورتی که خودش فکر میکنه الله را بندگی کنه و جواب خدا را هر کسی خودش میده. اونجا که میره خدا از چه کسی قبول میکنه او خودش بهتر میدانه. و مشکلات هایی که ابوالقاسم فردوسی میگه، ببخشید میان کلامتون، ببخشید، به نام خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست، همه بنده خدایی. من زیاد مصدق اوقاتتون نمیشم، میخواید برید استراحت کنید، ما رو دعا کنید، انشاءالله سلامت.